با سلام به امت همیشه در صحنه و اکنون اهم اخبار. مقام عظمای ولایت و ولی امر مسلمین جهان دامت تحریماتو در دیداری صمیمانه با حواشی تیم والیبال فرمودند والیبال باید والیبال باشد، والیبالی که والیبال نباشد والیبال نیست. والیبال بازی خیلی خوبیه، یعنی واقعا بازی جزو بازی‌های بسیار خوب. حالا من نمیخوام اسم از بازی‌های دیگه بیارم که اهانت به چیزی نشه، اما به هر حال والیبال خیلی خوب. محقرالله در ادامه بیانات خیش به نقش راهبردی والیبال در نظام جمهوری اسلامی اشاره کردند و افزودند از این پس تمامی فدراسیون ها باید به فدراسیون والیبال تغییر نام داده و والیبال اجباری شود. هر کس والیبال بلد نباشد به عنوان معاند و مفسد فی الارض محاکمه خواهد شد. ایشان سپس از دوران طفولیت و روزخوانی خیش یاد کردند و با ذکر خاطره این مجلس را متخلخل نمودند. گفتن فلانی در والیبال وارده، نه من ورودی ندارم، فقط بچگی‌ها تو کوچه والیبال بازی می‌کردیم، همین اندازه. و دوره جوانی و اینا مجال و فرصت بازی کردن واقعا نبود برای ما، ولی دوست می‌داشتیم. اما وسط کوچه نخ می‌بستیم، آرزوی تور واقعی داشتیم که گیرمون نمی‌آمد. عظما در ادامه بیانات خود متذکر شدند که اگرچه آن موقع حتی تور هم گیرشان نمی آمد، اما بعد از انقلاب وقتی مملکت را تور کردند همه چیز را قلمبا فرموده و اکنون سالهاست که به بازی والیبال اشتغال دارند. ایشان با اشاره به وضعیت درام نظام افزودند که دشمنان با اسبک‌های عظماکش و آبشارهای خرد کننده دمار از روزگار ولایت درآوردند. ایشان سپس خطاب به دشمن برانداز فرمودند دشمن یواش تو رو پاره کردی. زیر فشار تحریم این استخوان شکسته، بمب اتم میخواهم، بمب اتم با مسته، بمب اتم با مسته. خسته شدم یالا برو، باید برم برو بابا برو، پیش امام یا که بابام دور بابات. احسنتم. خدا وای 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 وای، خدا وای 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 وای، خدا وای 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 وای، خدا وای 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 وای. والله این فرصتی